مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز دو صدمه مرگ‌آور در جنوب جمهوری خبر داد. شب 4 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 23:30 راننده دوچرخه محرکدار تمغه اسکوتر نابالغ نظرزاده سال تولدش 2006 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت دیهه نوبنیاد به سمت مرکز جماعت دیهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان نویه مذکور از اوده دوره اسکوتر نبرآمده دوچرخران سال خورده بولتایف نصرت الله ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه بولتایف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است، ولی طبیبان نتوانستند او را از چنگ مرگ نجاتیدند و بولتایف نصرت الله روز 6 اپریل سال 2024 در بیمارستان جان داده است. همچنین نیمه دوم روز 7 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 16:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا عزیزوف سعدی سال تولدش 1986 ساکن نویه قبادیان هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد حدود دیهه خدای قلوف جماعت دیهات تخت سنگین نویه مذکور از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست را برآمده به درخت توت کنار را برخورده است. در نتیجه راننده عزیزوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافر داخل اتومبیل خدای قلوف یونس سال تولدش 1979 ساکن همین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راه‌های جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند.